هلو گنگ، چطورید بچه‌ها؟ علی هستم، به کانال من خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه. بریم ادامه ویدیو رو هم ببینیم. خب ببینید کی اینجاست؟ داشلی. خب بس اینقدر خودمون تعریف نکنیم. قبل از اینکه بریم ببینیم ویدیو در مورد چیه، لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. حتما زنگوله رو بزنید، سابسکرایبتون هم چک کنید نپریده باشه. بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. امروز اومدیم با یک افسانه سامورایی ژاپنی، یک سامورایی به تمام معنا توسط شرکت تویوتا تولید شده و توی 5 نسل توی بازار به فروش رسید و خیلی از افراد و جوونا ماشین بازار رو خودش توجهشون رو جلب کرده. تویوتا سوپرا که از سال 1968 تا 1970 به بعد تولید شد نسل اولش و توی سال 2002 تا سال 2019 تولیدش متوقف شد و نسل 5 از سال 2019 به بعد به بازار اومد. خب نسل اول این خودرو توی سال 1970 تقریبا از روی خودروی تویوتا سیلکا تولید شده بود و از یک پیشرانه 2.6 لیتری قدرت می‌گرفت که 110 اسب بخار رو به این خودرو میداد. از طرفی نسل بعدی تقریبا 5-6 سال بعد ارائه شد و همینجور تا نسل سوم از لحاظ ظاهری تغییری نمی کردن، فقط از لحاظ پیشرانه قدرتشون تقویت می شد که نسل 3 اولین نسلی از تویوتا سوپرا بود که از پیشرانه توربوشارژ هم، یعنی پیشرانه‌اش از توربوشارژ هم پشتیبانی می کرد که تقریبا حدود 180 تا 200 اسب بخار رو به خودرو میداد. نسل 4مش نسلی بود که این خودرو رو بر سر زبون ها انداخت و اون رو یک افسانه معرفی کرد. این خودرو از سال 1994 تا سال 2002 تقریبا تولید شد و توی بازار ارائه میشد. این خودرو از یک موتور 3 لیتری 6 سیلندر توان میگرفت به اسم 2JZ. این موتور خیلی معروفیه که اکثر ماشین بازا اون رو میشناسن. این موتور به دلیل اینکه توانایی خیلی بالایی برای آپگرید شدن داشت و با قطعات افتر مارکت، بعد از اینکه تولید بشه این قطعات رو روی موتور نصب میکردن، میتونستن قدرت اون رو از 325 اسب بخار تا 1800 اسب بخار برسونن که این میتونست انقلاب بزرگی توی آپگرید کردن و تیونینگ خودرو باشه. برعکس خودروهای آمریکایی، این خودرو بعد از اینکه تیونینگ میشد توانایی هندلینگ خودش رو از دست نمیداد و شما غیر از حالا دیریل مسابقه و جدا از حالت ریسینگ میتونستید داخل شهر هم از اون استفاده بکنید. بعداً توی سال 2004 به بعد استانداردهای آمریکا دیگه اون رو قبول نداشت، پشتیبانی نمی‌کرد ازش و عرضه اون هم توی دنیا متوقف شد، به فروش نمی‌رسید. ولی خب تولیدش نهایتاً تا سال 2002 این شروع و پایان مسیر این افسانه ژاپنی خفن بوده که ظاهراً تموم شد. ولی از سال 2019 و چون میگم از سال 2002 تا سال 2019 این تولید نمیشد تا توی سال 2019 با تغییرات شکلی خیلی متفاوت نسبت به 4 نسل قبلی، نسل 5 با همکاری شرکت خودروسازی BMW رونمایی شد و به فروش رسید. این خودرو از 2 تا پیشرانه، یک پیشرانه 2 لیتری و یک پیشرانه 3 لیتری 6 سیلندر پشتیبانی میکنه
که تمام اینها زیر نظر خودروسازی BMW توی آلمان تولید میشن و به فروش میرسن. از طرفی فیس لیفت این خودرو و حالا فیس این خودرو از خودروی Z4 BMW Z4 حالا تکرار شده، روی اون ساخته شده، یا میتونیم بگیم این دوتا از یک پلتفرم استفاده میکنن. خیلی از ابزارهای داخلی مد نظر این خودرو هم حالا صندلی ها، فرمون، نوع دنده، گیربکس، تمامی اینها توسط شرکت BMW تولید میشن. در اصل اسمش تویوتا سوپرای نسل 5، ولی تمامی تولیدات اون توسط شرکت BMW انجام میشن و به فروش میرسن. این خودرو شکل و شمایل کوچکتری نسبت به نسل 4 داره و میتونیم بگیم که فعلا از لحاظ استانداردها هیچ شرکت یا کمپانی اروپایی و آمریکایی استانداردهای اون رو مورد بررسی قرار نداده که ببینیم استانداردهای ایرانیش در چه حد هست. خب این بخش بعدی همینجوری که گفتم خب از 2 تا موتور استفاده میکنه این پلتفرم خودرو. موتور 2 لیتری، موتور 3 لیتری 6 سیلندر که چیزی حدود 350 اسب بخار رو با توربوشارژ به این خودرو میده. از طرفی این خودرو نسبت به حجم موتوری که داره، موتور 3 لیتری، توی 100 کیلومتر مصرف سوختش حدود 6.7 یا 7 لیتر در هر 100 کیلومتر هستش که تقریبا نسبت به خودروهایی که ما تو ایران داریم و با حجم موتور پایین‌تر میتونه خود جالب و قابل توجه باشه. خب میام بهتون بگم که این خودرو نسل جدیدش توی 2 حالت تولید میشه. یک حالت ریسینگ که برای خودروهای امدادی فرمول 1 و خودروی معمولی و شهری که حالا افراد معمولی میتونن رو خریداری بکن. خب بریم قیمت این خودرو رو از نسل 1 تا نسل 5 ببینیم. نسل 1 تقریبا قیمتی که 30 سال پیش تقریبا داشته حدود $9,000 بوده که بخوایم تبدیلش کنیم با تغییرات قیمتی که برای دلار و اقتصاد کشور افتاده چیزی حدود $32,000 در میاد. ولی خب نسل 4 که از تولید خارج شد، ولی خب نسل 5 رو شما میتونید از $56,000 $60,000 به بالا خریداری کنید نسبت به تیونینگ هایی که روی این خودرو انجام میشه. ویدیو امروز هم به پایان رسید. اگر از این ویدیو لذت بردید، عاشق این ماشین هستید، لایک و کامنت فراموش نشه. توی کامنت ها بنویسید که ماشینای بعدی که دوست دارید تحلیل بشن چیا هستش، من اونا براتون تحلیل کنم. این ویدیو رو هم برای دوستانتون بفرستید تا اونم بیان این ویدیو رو ببینن. فعلا با درود.